What has Shah Reza Pahlavi done all these years? He has dedicated himself to be the voice of his compatriots inside and outside of Iran from 1980 until today. The time has come for a final, complete change of regime. We should do the job ourselves and accept responsibility. Well, if you search his YouTube channel you will find his interviews, but that's not enough. He has learned how to serve his country, how to make his nation prosperous. مسئولیت‌ها و تعهدات خود به عنوان پادشاه قانونی ایران اعلام می‌دارم. به عنوان خلبان که بتونم وظیفه خودم رو برای دفاع از مردم کشورم انجام بدم. His Majesty رضا پهلوی شاه ایران. در این مبارزه سیاسی جهت آزادی و سربلندی کشورم مشغول بودم و هستم و تا اون لحظه‌ای که به پیروزی برسیم دست از این حرکت بر نخواهم داشت. بزرگترین دشمن سرنوشت ایران بی‌تفاوتی است. ما دیگه فراتر از مسئله شعار و هشتگ هستیم. باید واقعا شروع کنیم به اقدام کردن. One of his main concerns is to preserve the environment in Iran. همین خواست شما خواست من است. من درد شما را میفهمم. وقتی آب و خاک سرزمینمان را با بی‌تدبیری به نابودی کشانند. شاهزاده رضا پهلوی طرح خود را که شکایت از آقای خامنه‌ای به مراجع بین المللی است را مطرح کرده میگوید بر اساس استدلال‌های گفته شده رهبر حکومت را متهم به رفتار ضد حقوق بشری می‌کند. He has been with us all the time. Only that you have not seen him.